یک سوال. خدا خواهد به نزدیکی در شهر دوشنبه زندگی میکنیم. به نزدیکی رحکیم رقم دو کنیم. بعد همونجا اخلاقی اویله دارم. الحمدلله دو فرزند دارم. همین دومای ما کهنه ای از را میشه اواریا میشه دم و دم اواریا او پاک میشه تو میان ساز میکنن روز میشه مثلا روز دم بعدی از همین هر یک هم خوبگی کردن بوزن خود حتما حتمیست آبوزی کردن. نه بعد هر یک همخوابگی حتمی نیست با وقتی نماز بیاد حتمی است مثلا بعد خفتن ها بامداد اها. یعنی شما شرط نه که غسل کنید وقتی نماز بامداد که آمد شما باید غسل کنید برای که نماز وقت دارد نماز باید خاصتا در تاجیکستان باشید در جماعت خوانید. خب به همین خیر روز غیر رمضان فرض کردیم غیر رمضان پیشین به با غسل کردن تا لیکن خیلی نه که به حد هر یک کار غسل کردن شرط نه نماز که آمد برای نماز غسل میکنه برای دیگه کارها غسل شرط نیست برای قرائت قرآن برای نماز برای طواف برای این چیزا غسل لازم است لیکن مثلا شما بعد بامداد به شما جنابت رسید لیکن رفتید به بازار خرید کرده آمدید مثلا حالا آب نیست هیچ گپی ندارد در صحیح بخاری و مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله ابو هریره را دیدن از اون طرفی کوچه ابو هریره از این طرف پیامبر صلی الله علیه و سلام ناگاه کمتر راه رفتن که ابو هریره غیب زد بعد گفتن که ابو هریره رو بعد اینکه دیگر دوم مراتب واخوردم من گفتم حالی تو در کوچه دیدم غیب زدی گفت که یا رسول الله من جنوب بودم آب نبود و شما رو با دستی یعنی که با غسل نکرده و جنابت پاک نشده سلامت کردم به ترسیدم شرم داشتم گفتن که پیامبر صلی الله علیه و آله سبحان الله ان المؤمن لا ینجس الله پاک است یعنی کلمه به جای تعجب استفاده میشه مؤمن نجاست نمیشد مؤمن پاک است گفتم یعنی این دلالت میکنه که سلامت کنی هیچ گپی نداره دستونه میشوید بر آمدن میگیرید مؤمن پاک است گفتم لیکن وقتی نماز که شد غسل حتمی هست لیکن برای بازار رفتن برای کوچه برآمدن برای طعام خوردن برای اینا غسل شرط نیست آدمای ما زنا کندن غسل میکند نماز نمیخواند گناهی کلا نکرده سو غسل میکنه گویا که غسل کردی همه کار حل میشه تو نماز نمیخوانی تو اینقدر گناهکاری و غسل برای تو فایده نمیده اون غسل برای نماز است فهمیدید یعنی در نظری مردم ما گوی و بی غسل گشتن یک کثافت است و چیز گناه کثافت است گناه کثافت است خودی مثلا آدم با اهلش به جنابت رسد این کثافت نیست حلال و پاک است بله به این نماز خوانده نمیشه بی غسل قرآن قرائت کرده نمیشه لیکن به کوچه برآمدن کار کردن این چیزا اجازت است